داشتم میگفتم فرمانده گردانمون بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. میگفت اگه توی شهر همه فقط دنبال منفعت خودشون باشن، اون شهر میشه جنگل. هر کسی چای میندازه تو سفره بغل دستیش برای یه لقمه بیشتر. میگفت اما جبه برعکسه، هر کی بیاد توش اول باید ساک منافعشو بذاره زمین و جونشو بگیره کف دستش. برای همین جبهه عین یه باغ پرنده درست میکرد. این پرنده ها هم با این سنگرها یه بهشت ساخته بودن. وقتی داشت شهید میشد گفت این دنیای جنگلی بمونه دست اهلشو، این بهشت باصفا هم مفت جنگ ما. اینو گفت و چشاشو بست. جنازش هم همونجا موند. زیر اون آتیش جنازه خیلی آجا آبیایی شده بود از بارون گلوله و خونپاره. زمین چسبیده بود به آسمون و صورت آسمونم غرق خون بچه ها. قیامتی بود.